ماها خیلی از اوقات عرضه استخدام شدن توی اداره رو نداریم، چون اون یکی آشنا داره. بعد که سختمون میاد میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. ما خونمون رو بالا کشیدن، رفتیم دادگاه نتونستیم پس بگیریم. این بی‌عدالتی فشار آورده برای ما. باطن کلفرج یعنی من خونم رو میخوام، نه امامم. باطن این عجل ولیک الفرج یعنی من یه شغل خوب میخوام، نه امامم. اگر امام زمان علیه السلام تشریف بیارن بگن اون خونه که رفت هیچ، ماشینت هم باید بدی، شغلت هم باید بدی، اون وقت معلوم نیست واقعا ما اونجا چه عکس‌العملی نشون خواهیم داد. چون کوششی از اللهم عجل ولیک الفرج برای یرزگی های خودمون